بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز، درس تجوید را از کتاب تجوید نوین دوام می‌دهیم و موضوع امروزه آداب تلاوت قرآن. یکم، قرآن را با اخلاص تنها برای راضی الله تعالی آموختن، آموزانیدن و تلاوت کردن. یعنی نیت اول این است که باید ما قرآن را تنها برای راضی الله سبحانه و تعالی آموزیم و به دیگران آموزانیم و آن را تلاوت کنیم. نیت خاص برای راضی الله سبحانه و تعالی باشد. دوم، قرآن را در حالت با طهارت بودن تلاوت کردن. بی طهارت لمس کردن قرآن یعنی قپیدن قرآن جایز نیست. به این سبب بهتر می شود که شخص طهارت گیرد و قرآن را گشاده بخواند. و نگفته نماند که از یاد خواندن قرآن بی طهارت جایز است. سیوم، پیش از تلاوت مسواک استفاده بردن یعنی دندانها را شستن. چهارم، قرآن را در جای پاک با تن و لباس پاک روی جانب قبله گردانیده تلاوت کردن، چون ثواب بیشتر انسان کسب می کند. و پنجم، تلاوت را با استعاذه و بسمله آغاز کردن، یعنی گفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. و بعدی قرآن را در جیوان کتاب ها از همه بالا گذاشتن تا در بالای آن دیگر کتاب ها گذاشته نشود. و آداب بعدی، هنگام تلاوت قرآن آن را با تحمل، با آواز گوارا و با رعایت قاعده های تجویدی خواندن. و آداب بعدی، معنای آیت های تلاوت شده را فهمیدن و به آن عمل کردن. بله، این بهتر می شود که اگر ما آن آیت هایی که تلاوت کرده ایم آنها را بفهمیم و مضمون آن را بفهمیم که آیت درباره چی سخن کرده ایستاده است. و آداب بعدی، در وقت تلاوت قرآن به هر طرف نگاه نکردن، یعنی بی عذر به هر طرف نگاه نباید کرد هنگام خواندن قرآن کریم. و آداب بعدی، هنگام تلاوت قرآن بی ضرورت با دیگران سخن نکردن. بعضی ها یک دو آیت میخوانند سخن میکنند، باز دو سه آیت میخوانند سخن میکنند با دیگران. این از آداب تلاوت قرآن نیست. و آداب بعدی، بعد از انجام تلاوت دعا کردن، چون دعا بعد از خواندن قرآن اجابت می شود ان شاء الله. میگذاریم به موضوع بعدی، این لحن و نمودهای آن. لحن چیست؟ تعریف لحن. لحن این غلط در سخن را گویند که به دو قسم جدا می شود. یکم، لحن جلی یعنی خطاگی واضح و آشکار. لحن جلی این خطاگی است که در وقت خواندن قرآن کریم به وجود آمده معنای کلمه را دیگرگون می سازد، مانند تغییر دادن حرف ها و حرکت ها. مثال، به جای حرف ث حرف سین خواندن و عوض کردن فتحه به ضمه و یا به کسره، چون اگر حرف عوض شود یا حرکت عوض شود معنای آیت تغییر می یابد. برای آن جلی یعنی خطاگی آشکار نامیده شد، چون هم به عالمان این علم و هم به غیر آنها آشکار و معلوم است. حکم لحن جلی. حکم لحن جلی حرام می باشد. شخصی که این خطاگی ها را قصدن انجام دهد، یعنی قصدن حرف را تغییر کند یا حرکت را تغییر کند، به عذاب خداوند گرفتار می شود. اما اگر از روی فراموشی و یا نادانی باشد در ضمن این وعید نمی درآید، ولی برای اصلاح کردن این خطاگی ها باید کوشش نماید تا علم تجوید را آموزد. لحن خفی یعنی خطاگی پنهان و ناروشن. لحن خفی این خطاگی است که در وقت خواندن قرآن کریم به وجود آمده
معنای کلمه ها را دیگرگون نمی سازد. ببینید در اینجا فرق از لحن جلی در آن است که معنا دیگرگون نمی شود، مانند ترک ادغام و اظهار و اقلاب و اخفا و یا ترک غنه کردن. برای آن خفی یعنی خطاگی پنهان نامیده شد، چون غیر از عالمان این علم به دیگران معلوم نیست، یعنی به شخصان عادی این معلوم نیست. حکم لحن خفی. حکم لحن خفی مکروه می باشد. دانستن احکام تجوید برای هر مسلمان عاقل و بالغ واجب است، چون قرائت درست قرآن تنها با رعایت احکام این علم به جا آورده می شود. می گذاریم به سوال ها برای سنجش. یکم، لحن چیست و به چند قسم تقسیم می شود؟ دوم، لحن جلی را شرح دهید. سیوم، حکم لحن جلی چیست؟ چهارم، لحن خفی را شرح دهید. پنجم، حکم لحن خفی چیست؟ و وظیفه خانگی، موضوعهای گذشته را حداقل 3 مرتبه خوانید و جایهای اساسی آن را در دفتر کاری خود نویسید، یا اینکه بر این 5 سوال جوابهای مختصر نویسید. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.